بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها، أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الواحد و الاحد دوتا از نامه های زیبا و منحصر به فرد الله متعال هستند که قطعا ما این نامه ها رو شنیدیم و در جامعه ما قطعا افرادی هستند به نام عبدالواحد یا عبدالاحد، بنده الله واحد و اللهی که احد هست. این نامه ها که دلالت بر صفت یگانگی الله متعال می کنند که الله متعال واحد و احد هست، یکتا و بی همتا هست، این نامه ها هم در قرآن آمده و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در قرآن کریم آیات متعددی هستند که نام الواحد برای الله متعال ذکر شده. و برزوا لله الواحد القهار در سوره ابراهیم، و برزوا لله الواحد القهار که نام الواحد در این ذکر شده. یا در جریان حضرت یوسف علیه السلام، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا ارباب متفرقه بهترند، خدایان متعدد بهترند، یا اللهی که واحد و قهار هست؟ و در سوره صاد اومده و ما من اله الا الله الواحد القهار، الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار در سوره رعد. پس بنابراین الواحد یکی از نامه های الله متعال هست و هم معنی الواحد الاحد هست. الاحد یک مرتبه در قرآن اومده که همه شما هم آن را حفظید. قل هو الله احد، الله احد هست، یکتا و یگانه هست. و از آن جایی که این صفت الله متعال بسیار صفت عظیمی هست و سوره اخلاص سوره عظیمی هست، به گونه ای که این سوره مساوی با 1/3 قرآن هست. این قل هو الله احد مساوی با 1/3 قرآن هست. توحیدی رو که در این سوره نهفته، قل هو الله احد الله الصمد، بسیار پر محتوا و زیبا هست. معنی الواحد در زبان عربی دوتا هست. الواحد یا واحد به معنی یک. واحد در زبان عربی یکی از معنیاش این است که عددی که اعداد با اون شروع می شوند، شمارش با اون شروع می شود. و صفر بعد میگیم 1 2. در زبان عربی هم میگن 1 2 3، 1 2 3. پس بنابراین یکی از معانی الواحد یا واحد یک هست، یعنی عددی که شمارش با آن آغاز می شود. یکی دیگر از معانی واحد به معنی بی‌نظیر
به طور مثال مثلا در زبان عربی گفته می شود که فلان واحد العالم یا واحد دهره، فلانی یکتای روزگار خودش هست، یعنی نظیر ندارد، در عالم بی نظیر هست. وقتی که گفته می شود الواحد، یا به معنی یک هست یا به معنی بی نظیر هست. و احد هم به معنی یگانه هست، به معنی یکتا هست. یه احد یکتا و بی همتا هست. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یک جمله جالب و زیبایی رو دارند. میگوید که الله تعالی انه واحد لا عن طریق العدد. الله متعال واحد هست اما نه از طریق عدد. یعنی واحد هست به این معنی که احد هست، به این معنی که بی نظیر هست، به این معنی که شبیهی ندارد، مثل مانندی ندارد. نه بدین معنی که یک هست که منتظر باشیم که بعد از آن دو باشه یا قبل از آن صفر بوده. واحد لا من طریق العدد. واحد هست اما نه به این معنی که یک هست که قبل از آن صفر بوده، عدم بوده و بعد از آن دو هست. نه، الله متعال واحد هست به این معنی که احد هست، یگانه هست، همتایی و مثیلی ندارد، همیشه بوده، بدایت بدون ابتدا و نهایت بدون انتها. این گونه نبوده که یک زمانی الله هیچ بوده، معدوم بوده، بعداً به وجود آمده، بعداً دو می شود. نه، الله متعال احد هست، واحد هست بدین معنی که بی نظیر هست، یکتا و بی همتا هست. و این نام احد همان گونه که در قرآن اومده، در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در دعاهای مأثوره از رسول الله صلی الله علیه و سلم هم نقل شده. حضرت بریده رضی الله تعالی عنه میگوید که یک روزی در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اصحاب در هنگام دعا یک دعایی رو با صدای بلند خواند. دعا این بود که اللهم انی اسألک بأنی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. این دعا یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اللهم انی اسألک بأنی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. وقتی که این صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم این دعا رو زمزمه کرد و با صدای بلند اینو تکرار کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یک جمله زیبایی را فرمودند که دلالت بر عظمت این دعا میکند. فرمودند لقد سأل الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى و اذا دعی به اجاب. این فرد الله را با اسم اعظمش صدا زده، همان اسمی که هر کس با آن اسم الله متعال را صدا بزند و بخواهد الله متعال خواستش را برآورده می کند، اگر دعا بکند دعوتش را اجابت می کند. بحث اسم اعظم الله متعال قبلا عرض کردم که برخی از علما معتقد هستند که لفظ جلاله الله هست و برخی دیگر الحی القیوم را اسم اعظم الله متعال می دانند و اقوال دیگری هم هست و قول راجح این است که اسم اعظم الله لفظ جلاله الله هست که علم هست بر ذات مبارک الله متعال. اما این دعا رو به این خاطر آوردم خدمت شما که در این دعا لفظ الاحد آمده. اللهم انی اسألک بأنی اشهد انک انت الله الذي لا انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.
همان گونه که در قرآن اومده احد یک مرتبه، در سنت و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم آمده. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که الله متعال واحد هست، یگانه و بی همتا هست. الواحد و الاحد هست در تمامی کمالاتش و تمام کمالات را الله متعال دارد. الحمدلله رب العالمین. و تمام صفات حسنه را که الله متعال دارد و تمام کمالاتی را که الله متعال دارد، نتیجهش این است که تمامی ثنا و حمد هم از آن الله متعال هست. الحمدلله رب العالمین. چرا؟ بدین خاطر که الله متعال تمامی کمالات را الله متعال دارد و هیچ کسی با الله متعال در این کمالات شریک نیست. کمالاتی را که الله متعال دارد و صفات حمیده را که الله متعال دارد، نامهای زیبایی را که الله متعال دارد، بی‌نظیر هستند. همان گونه که الله متعال در ذات خود بی‌نظیر هست، مثل و مانندی ندارد، الله متعال در کمال خود هم بی‌نظیر هست، مثل و مانندی ندارد. احد هست و واحد هست. این یکی از معانیش هست. این یکی از معانی الاحد و واحد هست. یکی دیگر از معانیش این هست که الله متعال احد هست و واحد هست در ذات خودش، در وجود خودش. الله متعال واحد و یگانه هست، احد و صمد هست، الواحد و الاحد هست. یعنی این که هیچ انسانی در دنیا و هیچ موجود دیگری شبیه به الله متعال نیست و الله متعال هم شبیه به هیچ کس نیست. واحد و یگانه هست در ذات خودش. هیچ گونه شبیهی، هیچ گونه ندی، شبیه و مانندی رو الله متعال ندارد، هم در کمالش و هم در ذاتش و هم در صفاتش. یعنی الله متعال همان گونه که در ذاتش یگانه هست، همان گونه که در کمالاتش یگانه و بی همتا هست، در صفاتی که الله متعال دارد باز هم یگانه و بی همتا هست. هر گونه صفتی رو که شما تصور بکنید که صفت کمالی باشد، الله متعال آن صفت را به کامل ترین درجه و بالاترین وجه دارد. اگر علم را در نظر بگیرید، از الله عالمتر نیست. اگر بصر را در نظر بگیرید، از الله بصیرتر نیست. اگر سمع را در نظر بگیرید، از الله متعال کسی سمیعتر نیست. ولو این که برخی از صفات الله متعال بگونه‌ای هستند که نمونه اش در میان انسانها وجود دارد، مانند سمع الله متعال، بصر الله متعال، علم الله متعال، رحمت و رحیم بودن الله متعال. اما این کجا و آن کجا؟ فقط یک نوع تشابه اسمی هست و الله متعال صفات کمال را و جمال را در بالاترین درجه و در بهترین صورتش دارد. همان گونه که صفات الله متعال بی‌نظیر و بی‌مانند هست، اسماء الله متعال هم بی‌نظیر و بی‌مانند هست. تمام نامه‌هایی را که الله متعال دارد، الله، الرحمن، الرحیم، الرب، الحی، القیوم، الکریم و تمام نامه‌های دیگر و اسماء حسنای الله متعال، تمام آنها بهترین نامه‌ها هستند. هل تعلم له سمیا؟ کسی هم نام الله متعال نیست. الله متعال نامه‌هایی را که دارد، صفتی را که از آن نام گرفته می شود به صورت کامل دارد. اگر میگوییم که الله الرحمن هست یا الرحیم هست، یعنی صفت رحمتش در اوج و در کمال هست. وقتی که میگیم الله متعال الکریم هست، یعنی کرمش بی‌نظیر هست.
وقتی که ما میگوییم که الله متعال الحی هست و القیوم هست، حیات الهی یک حیات بی‌نظیر هست و تمام صفات الله متعال این گونه هستند. هر نامی که صفتی رو در بر دارد، آن نام هم بهترین نام هست و آن صفت را هم الله در بهترین وجه و کاملترین گونه و صورت دارد. گذشته از کمال الله، گذشته از ذات و صفات و اسماء الله متعال، الله متعال در افعال خودش هم یگانه و بی همتا هست. در رب بودنش و اعمالی را که نشانه رب بودن الله متعال هست هم الله متعال کاملا یگانه و بی همتاست. تمامی اعمال الله متعال، کارهایی رو که الله متعال انجام میدهد و اموری رو که الله متعال مقدر کرده، بر اساس حکمت هست، بر اساس رحمت هست، بر اساس عدالت هست. در هیچ کدام از اعمال الله متعال و کارهای الهی شما ظلمی رو مشاهده نمی کنید. در هیچ کدام از کارهای الهی شما خللی رو نمیتونید پیدا بکنید. در هیچ کدام از کارهای الله متعال شما کار بیهوده و بیفایده‌ای رو نمیتوانید پیدا بکنید، برخلاف انسانها و موجودات دیگر. تمامی کارهای الله متعال بر اساس حکمت، بر اساس عدالت، بر اساس علم الله متعال هست و هیچ گونه خللی در آنها نیست. پس بنابراین الله متعال در ذاتش، در کمالش، در صفاتش، در اسماعش، نامهایش و همچنین در افعالش الله متعال بی‌نظیر هست. احد هست و واحد هست. انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله متعال در اول بودنش و در آخر بودنش هم بی همتا هست. هو الاول والآخر. الله متعال اول و آخر هست. اولی که بدون ابتدا هست، به قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واحد هست و اول هست، اما نه از طریق عدد، یعنی همیشه بوده، یک زمانی معدوم نبوده که به وجود بیاد. اولی که بدون ابتدا هست و آخری که بدون انتها هست الله متعال هست. الله متعال یگانه هست، واحد و احد هست، یعنی این که الله متعال مثیلی ندارد، شبیهی ندارد، مانندی ندارد. الله متعال شریکی ندارد، زن و فرزندی رو الله متعال ندارد، پدر و مادری رو ندارد. در همه چیز الله متعال واحد و احد و بی همتا هست. الله متعال احد و واحد هست، یعنی یگانه هست. در تمامی صفات کمال الله متعال کامل ترین هست و از تمام صفات نقص الله متعال مبراترین و پاکترین هست. سبحان الله که ما میگوییم یعنی همین که الله متعال از هر گونه عیبی و از هر گونه نقصی مبرا هست. الله متعال در ربوبیتش بی همتا هست، شریکی رو ندارد. در ملکش و در قدرتش و در سلطنتش هیچ کسی شریک نیست. الله متعال واحد و احد هست در الوهیتش، در این که معبود یگانه و معبود به حق الله متعال هست، کسی در این شریک نیست. همان گونه که رب واحد و احد هست، الله متعال اله واحد و احد هم هست، یعنی یگانه معبود بر حقی که لیاقت و شایستگی عبادت و بندگی رو دارد. غیر از الله متعال هیچ کسی چنین لیاقتی رو ندارد و تمام معبودهایی که غیر از الله عبادت می شوند معبودان دروغینی هستند که حق عبودیت رو ندارند. الله متعال واحد و احد هست به این معنی که نه الله متعال از موجودی دیگر به وجود آمده و نه از وجود الله کسی دیگر وجود آمده.
لم یلد و لم یولد. الله متعال واحد و احد و صمد هست، لم یلد و لم یولد هست. یعنی هیچ فرع و شعبه‌ای الله متعال ندارد، نه پدر و مادر دارد و نه فرزند دارد و نه همسر دارد. و در تمام این موارد الله متعال واحد و یگانه هست. یکی از اقترانهای بسیار زیبا و جالبی که الله متعال در قرآن ذکر کرده در مورد احد بودنش، قل هو الله احد الله الصمد. الله احد صمد، اللهی که احد هست، واحد و یگانه و بی همتا هست، و الله متعال صمد هست. یعنی این که الله متعال در صمد بودن خودش واحد هست. صمد بدین معنی که الله متعال بی نیاز هست و تمام مخلوقات نیازمند او هستند. بی نیازی که از دیگران بی نیاز هست و این بی نیاز همه نیازمند او هستند. الله متعال در واحد بودن و یگانه بودنش صمد هست و در صمدیتش واحد و یگانه هست. یعنی هیچ واحد و احدی را شما پیدا نمی کنید که واحد و احد و بی نیاز باشد. هر کسی را که شما بگید فلانی واحد هست، احد هست، نیازمند دیگری هست. اما الله متعال این گونه نیست، واحد هست و احد هست، در عین این کاملا صمد هست و بی نیاز هست. و در بی نیازی خودش هم الله متعال یگانه هست و هر گونه نقص و عیبی را که شما در ذهنتان بیاید الله متعال از تمام آنها واقعا پاک هست. پس بنابراین من و شما مسلمانی که میدانیم که الله متعال در کمالش و در جمالش و در صفاتش، در اسماعش، در ذاتش و در افعالش و در الوهیت و ربوبیتش یگانه و بی همتا هست، پس بنابراین فقط و فقط باید همین ذات یگانه و بی همتا را صدا بزنیم، سراغ کسی دیگر نرویم. ذاتی که یگانه و بی همتا هست و بی نیاز هست و برآورنده نیازهای نیازمندان هست فقط الله متعال هست. امیدوارم که الله متعال احد واحد هم ما را به خودش وصل بکند. ایمان و یقین ما صرفاً به همین احد و واحد باشد. در دعا و عبادتمان و در تضرع و زاریمان فقط و فقط همین اله واحد و احد صمد را مد نظر داشته باشیم. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه. ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي